ما کار آمدیم، ما روزه را چخیل میگیریم به خاطر یک ماهی کاریتون اینا بگذار شما $1000 یافتید. یکی شما میدونید که میلیارد ثواب ای دست دادید، میلیارد ثواب با $1000 شما بگیم تمام ثواب عوض کردید در یک ماه. برادری عزیز، اصحاب پیغمبر خانه‌شون در مهمانشون میشدن بغیر یک گویم ظرف آب هیچی نداشتن بخورن. پیامبر ما میگه هفته میشید که ما با دو چیز 30 روز ما نمیگذراندیم، یکی آب یکی خرما. اگر ما همون این تعینان در این یک ماه رمضان انتخاب میکنم دست ما کار میکردم و خدمت خدا ما میکردم، دنبالش خدا با برکت دیگه میده. اوی با بعضیاش همین قدر نامردن که این ملاها مستن میگه یا بگن خیالشون که دین ملاها هست، خیالشون که شریعت ملاها جاری کردن. این شریعت خدا هست، فقط ملاها پشتیبانی میکنن. با هر ملا هم نه، با ملایی هست که بچه دل شما گپ میزنن برای خودش خوب کردن. یکی ما برادر عزیز خدای مهربان اگر همیشه همین انصاف ما دور نکنه، ما خاطر خدا ای خاطر همه بالا هست. بسیاری برادرای ما ماه رمضان خوردن، ما کار میکنیم. این رمضان گذشت رفت، این تو رمضان دیگر خدا دانه تو زنده ای مرده ای. زنده هم که باشی تو چقدر ثواب ای دست داری. میگه روزدار به دو چیز خرسنده ای. یکم کدام وقتی که اذا افطر فرح بفطری. پیامبر میگه یکم خرسندی روزدار همینه که وقتی ساعت روزشکویش میاد بین دقیقه را نگاه میکنیم، تیسه شد خرسندیم، همین دستمون را توقع دراز کردیم، خرسندی فراوان بگیرد. یک خرسندی. دویم خرسندیش اذا لقی ربه فرح بصومه. دویم خرسندیش میگه که وقتی خدا جمالش نشانش میده، میگه همین جمال من نشان دادنم به خاطر روزت های. انا اونجا میگه با روزه داشتنش خرسند میشه که من در عوض روزه داشتنم جمال پروردگار میدیدم.